با برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی خوش آمدید. خلاصه خبرهای جهان و تاجیکستان را در این برنامه من مومین احمدی پیشکش میکنم. امروز 5 ایون است. نگاه به سرخط خبرها. با ضمیمه چیگاب در تاجیکستان چی شد؟ تیسل وعده داد که این ضمیمه را دوباره دسترس میکند. بیزیبش نمیدونم با چه سبب вообще شد. پروگرام هست درونش کار میکنن، یکی سیدنی نمیشود. گفتگوی آتش بس در غزه به مانع دچار شده است. با پیشنهاد امریکا حماس و اسرائیل نظر گوناگون دارند. یک شرکت چینی که در تاجیکستان طلا استخراج میکند با کارشریک تاجیکش بر سر صدها هزار دلار بحث دارند. و شرکت تیسل مالک ضمیمه چیگاب که مهاجران تاجیک با استفاده از آن با عزیزانشان در تاجیکستان گپ میزنند وعده داده است که به زودی این ضمیمه دیگر باره به کار می‌دراید. مهاجران زیادی هر روز از رادیو آزادی میپرسند که چرا چیگاب چند روز است کار نمی‌کند. برای پاسخ گرفتن به این سوال همکاران ما علیشیر ظریفی و امیر ایسایف به نمایندگان تیسل مراجعت کردند. تقریبا یک هفته اخیر مشتریان شرکت موبیلی تیسل شکایت میکنند که با سبب‌های نامعلوم ضمیمه چیگاب در تلفن‌هایشان کار نمی‌کند یا کارش خیلی بد است. این در حالی است که کاربران به مانند صدرالدین یوسفوف از خوب و آسان بودن این برنامه در گذشته ستایش میکنند. اولی که پروگرام برآمدگی بود زیاد استفاده می‌کردیم، به زیاد استفاده می‌کردیم. به حد آسان شدگی بود. مثال با وای نمی‌گفتیم در تاجیکستان وقتی اینترنت نداشتن ما لوبای بریم زنگ می‌زدیم ده. اینجا اینترنت سسترک بود. مثال کوهستان و واپش سستای اینترنت نداشتن ما لوبای وقت میتونستیم که در علاقه برویم همیشه در چی بودیم در تماس بودیم. وقتی که چیگاب نبود در کوهستان اینترنت نباشد یگان خیلی علاقه نداریم، یگان خیلی زنگ زدن نمی‌شود. وقتی که این برآمد جای اینترنت هم نداشتم و در علاقه بودیم ده. یاد خوبه. لیکن در روزهای اخیر چیکار شد؟ بیزیبش نمیدونم با چه سبب واپش شد. پروگرام هست درونش کار میکنن، یکی سیدنی نمیشود. برنامه چیگاب نزدیک 10 سال پیش از سوی تیسل راه اندازی شد. در این شرکت مشکل را تکنیکی ارزیابی نمودند. طی بگیریم نیم سال اخیر یک برنامه مخصوصی تجدید ضمیمه‌های موبیلی که از سوی شرکت تیسل راه اندازی شدند پیشنهاد شده بود که آنها باید که اثر نو تجدید کرده شوند. در حال حاضر متخصصان شرکت تیسل در سرور یا در مخزن اطلاعی شرکت شبانه روزی به طور 24/7 فعالیت دارند. مشتریان برنامه چیگاب میپرسند که این مشکل تا کی ادامه خواهد کرد. فکر میکنم که در روزهای نزدیک نه کمتر از 7 روز دیگر، 8 روز دیگر یا حداقل 10 روز برنامه چیگاب شکل نوی برنامه چیگاب که از چیگاب سال 2015 و 2022 با کلی فرق خواهد کرد و توسط آن بعضی از عملیات‌های دیگر هم انجام داده می شود. عملیات‌های فکر میکنم که عملیات‌های ویدیویی و صدایی و اینترنتی و دیگر چیزها امکان پذیر می‌گردد. از ضمیمه موبیلی چیگاب اکثرا مهاجران و تاجیکانی که در کشورهای خارجی کار و تحصیل دارند استفاده می‌کنند. در تاجیکستان سرعت اینترنت نه چندان خوب ارزیابی می‌شود و نگرانی ساکنان از وجود مشکل در تماس‌هایشان طریق پیام‌رسان یا مسنجرهای دیگر هم بارها صدا داده است. و در کانال ما در یوتیوب شرح زیادی درباره کار نکردن چیگاب آمده است. از جمله 5 جوان تاجیک از کره جنوبی به ما نوشتند که ما مسافران در کره شمالی از حساب کار نکردن چیگاب از کار و زندگی خانواده‌مان آگاه نیستیم. از شما احترامانه خواهش میکنیم با چیگاب چی شد، آیا به کار می‌دراید، یک معلومات رسانید. این شرح هم از نام محترم فرهاد، مبشر، دلاور و ایرج به ما رسیده است. ادامه برنامه. یک شرکت چینی در تاجیکستان دعوا دارد که شرکت تاجیکی صدها هزار دلارش را گرفته پس نمی‌دهد. این شرکت چینی با کارکرد طلا مشغول بوده است. اکثر کان‌های طلای تاجیکستان را شرکت‌های چینی استخراج می‌کنند. آگاهان می‌گویند شرکت‌های چینی با راه‌های ناشفاف وارد بازار در تاجیکستان شدند و جای شرکت‌های محلی را تنگ کردند. با رادیو یوسفی و ارشاد سلیمانی در این باره گزارش دارند. در بین دو شرکت، یکی چینزر از چین و دیگری نقش از تاجیکستان بحث مالی سر زده است. جان تسوین مدیر کلی شرکت چینزر میگوید کارشریک تاجیکستانیش نقش
از دادن $400,000 سرپیچی می‌کند. جناب شوکت مدیر اجرایی شرکت نقش در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت پس از پرداخت نصف مبلغ توافق شده شرکت به مشکل مالی روبرو شده است و با زودی قرض خود را خواهد پوشاند. شرکت چینی در سال 2016 برای استخراج طلا از کان شگناو به شرکت نقش سرمایه‌گذاری کرده است که گفته میشد مالکش از نزدیکان خانواده رئیس جمهوری تاجیکستان است. جان زین می‌افزاید پس از وارد کردن $3 میلیون به کار شرکت نقش همکاری دو جانبه به مشکل روبرو گشته است. بعد آغاز بحث و تلاش چند ساله با امردین نقشف راهبر شرکت نقش به موافقه رسیدیم که از جمع سرمایه مصرف شده و من $800,000 می‌دهد و من دیگر برای مبلغ دعوا نمی‌کنم. اما بعد سرگردانی های زیاد و وارد قضیه شدن سفارت چین در تاجیکستان به وسیله وزارت کارهای خارجی تاجیکستان همگی $400,000 برگردانید و خلاص. در یک نامه وزارت کارهای خارجی تاجیکستان به سفارت چین در دوشنبه از 9 ینوری سال 2024 ذکر می شود که شرکت نقش و چینزر به سازش رسیدند که نقش باقی مبلغ را تا 30 ینوری سال 2024 برمیگرداند. با گذشت 4 ماه از وعده آخران من دیگر امردین را پیدا کرده نمیتوانم. دیرکتور اجرایی نقش وعده میدهد که باقی مبلغ را برمیگرداند، اما کی نامعلوم. من 5 سال است که منتظرم. از بانک های چین قرض دارم، برگشته نمیتوانم. از فکر زیاد موی سرم سفید شده است. نماینده شرکت نقش در یک صحبت تلفنی وجود این بحث را تایید کرد و گفت از پرداخت مبلغ سرپیچی نکرده است. همصحبت ما از آوردن جزئیات خودداری کرد. رادیو آزادی برای روشن کردن موقع شرکت نقش به آن نامه رسمی فرستاد و هنوز پاسخ آن را دریافت نکرده است. بحث دو شرکت مقامات دو کشور را نیز به خود کشید. سفارت چین خواستار حل آن شد و یک شرکت حقوقی چین نیز وارد بحث شده از مقامات تاجیکستان خواسته است بحث تا 15 ایون حل شود. در صورت غیر قضیه را مقامات دادگاهی چین پیگیری می‌کنند. این بحث در حال سر زده است که شرکت‌های دولتی و خصوصی چین در ده‌ها کان طلا و معدن‌ها شریک طرف تاجیکستانند. با آنها امتیازهای زیاده داده شده است. این بحث میگوید یک کارشناس میتواند به فضای سرمایه‌گذاری و ایمیج دولت تأثیری منفی رساند. برای فضای سرمایه‌گذاری نهایت خطرناک و خوفناک است. در گذشته نیز چنین بحث‌ها با سرمایه‌گذاران خارجی از جمله چینی‌ها به میان آمده بود. یکی از سبب‌های اساسی ناشفاف بودن همه روند سرمایه‌گذاری و تقسیم درآمد است. در تاجیکستان گزارش‌های هر ماهه یا سالانه فعالیت این شرکت‌ها و خرج دخل آنها به نشر نمی‌رسد. این حال احتمال فساد را در همکاری شرکت‌های دو کشور به میان می‌آورد. برنامه را با گزارشی از خاور میانه ادامه میدیم. حماس روز 4 ایون اعلان کرد که اگر اسرائیل نیروهایش را پوره از غزه بیرون نکند به پیشنهاد آتش‌بس راضی نخواهد شد. مقامات اسرائیل گفتند که تا حماس نابود نشود به آتش‌بس دائمی در غزه راضی نمیشوند. جو بایدن پرزیدنت آمریکا طرحی را پیشنهاد کرد که بر اساس آن گروگانها را حماس آزاد میکند، اسرائیل از غزه بیرون میشود و آتش‌بس دائمی برقرار میگردد. حماس این را قبول کرد ولی اسرائیل قبول ندارد. همکارم طاهر سفر گزارشی صدای آمریکا را تقدیم میکند. اسرائیل حمله ها به غزه را ادامه میدهد و تلاش‌های آتش‌بس به مانع روبرو شدند. قطر گفت موقع دو جانب برای آتش‌بس روشن نیست. ما می‌بینیم که مقامداران اسرائیل در این مسئله ضد هم گپ میزنند. هیچ پیشنهادی نگرفتیم که برای ادامه گفتگوی آتش‌بس امیدوار کننده باشد. اسرائیل میگوید تا نابودی حماس جنگ را ادامه میدهد و این خلاف آن چیزی است که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد کرده است. در صحبت بایدن گفت به این نظر که بنیامین نتانیاهو برای بقای خود در قدرت جنگ را ادامه میدهد راضی میتوان شد، ولی روز سه‌شنبه در پاسخ به سوال گفت فکر نمیکند نتانیاهو با سیاست بازی دارد.
او کوشش دارد که مشکل جدیش را حل کند. امریکا پیشنهاد کرد که آتشبس 6 هفته‌ای اعلان شود. حماس برخی گروگان‌ها را بر عوض رهایی صدها زندانی فلسطینی رها کند و اسرائیل از منطقه‌های اهالی‌نشین نیروهاش را بیرون برد. امریکا همچون پشتیبان اسرائیل امیدوار است که دو جانب برای قبول این طرح به میز مذاکرات میشینند. ما کاملا به این نظریم که اسرائیل طرح را پشتیبانی میکند و این به منفعتشان است، به منفعت حماس نیست. حمله های اسرائیل هر روز بر سر فلسطینیان در غزه فاجعه می آورد. با این احوال مذاکره کننده سابق از جانب امریکا به سازش آتشبس خوشبین نیست. پیشگویی من این است که حتی اگر جانب‌ها به آتشبس راضی شوند که این در گمان است و تا جای سیاست‌های اسرائیل را می‌دانم، احتمال تنها یک بخش آن عملی شود. از این بیشتر انتظار ندارم. پیشنهاد بایدن برای آتشبس از جانب جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل خوش پذیرفته شد. هنوز پایان جنگ معلوم نیست و اسرائیل به ایست از زمین آسمان حمله ها را به غزه ادامه می دهد. تعداد کشته شده ها روز به روز بیشتر می شود. موضوع بین المللی رو ادامه می دهیم. از زمان رخنه شدن سربند عظیم نووا کاخوفکا در اوکراین 1 سال گذشت. فلاکت در آب انبار سبب ویرانی و زیان اقتصادی زیاد شد که مردم هنوز هم از آن رنج میکشند. خانه‌های زیادی در منطقه با خطر فروریزی روبرو هستند و زیربنیادهای زیادی هنوز نیمه ویرانه مانده‌اند. در این باره همکارم کیومرثی عطا گزارش تقدیم میکند. پیامدهای آبخیزی مدهش بعد کنده شدن سربند نووا کاخوفکا امروز هم مشکلات نو ایجاد میکند. روز 6 ایون سال 2023 سربند کنده شد و اوکراین گفت که این کار دست روسیه است. ارتش روسیه آن زمان در اطراف سربند مستقر شده بود، ولی مسکو گفت که کیف در این کار گناهکار است. من از تیره‌زای بالا برآمده یک باره به داخل قایق پریدم. آب خیلی زیاد بود. تصور میکنید یک باره به داخل قایق پریدم. آنها از دستم گرفته بودند. یلنا تا حال به خانه‌اش برگشتن نمیتواند. سال دوم است که خانه گرم نمی شود. مقامات گفتند که اگر سال سوم هم خانه به شبکه گرمی دهی ماند، بنا فرو می ریزد، به خصوص یک بنای بتونی مثل این. سازمان ملل گفت که در پی کنده شدن سربند 37,000 خانه تخریب شد و 1 میلیون نفر به آب آشامیدنی ماند. دهها و یا شاید هزارها نفر جان داد. امروز هم کمبود آب آشامیدنی یک مشکل باقی میماند. سازمان ملل متحد میگوید که زیان فاجعه 14 میلیارد دلار حساب شده است. ما ماهیگیر بودیم، ماهی می داشتیم. توری ما آنجا نزد پلیکلینیکای پیشتره بود. حالا چیزی نمانده است. در خانه شیشته فقط غوسه می خوریم که پیش چی خیلی خوب بود. بچه‌های ما برای بازی جا داشتند. کلانسولان شام برای سیر و گشت و استراحت شنیدن صدای آب می‌برآمدند. ما در نزد آب انبار کاخوفکا بزرگ شدیم. اکنون باید عادت کنیم که دیگر آن وجود ندارد. تابستان‌ها کنار ساحل بود، ولی حالا هیچ ساحلی نمانده است. بر زمین جنگ ادامه دار برای اوکراین این یک ضربه سنگین دیگر شد. دریافت پناهندگی امریکا برای آنهایی که از مکزیک میروند مشکل شد. پرزیدنت امریکا جو بایدن دستور داده است که قاعده‌های دادن پناهگاه به مهاجرانی که بدون اساسهای قانونی از مکزیک وارد میشوند سخت‌تر شود. فرمان بایدن روز 4 میلیون نشر شد. در آن به مقامات امریکا حق داده شده است که در صورت افزایش شماره پناهجویان در روز از 2500 کس مهاجران غیرقانونی را زود اخراج کنند. و اخباری آزادی اینجا به پایان رسید. سپاس که تا این لحظه ما را همراهی کردید. خبر گزارش‌های بیشتر در وبسایت azadi.org و صفحه‌های ما در فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب و تلگرام. تا دیدار در برنامه‌های دیگر، خدا نگهدار.